7 حقیقت عجیب از جهان هستی که کمتر کسی می‌داند. سلام، جهان ما گستره بی‌پایان و مملو از شگفتی‌هاست که منتظر کشف شدن هستند. اینجا 7 مورد از عجایب جهان هستی را با هم می‌بینیم و اما شماره 7 که مطمئناً از شنیدنش حسابی تعجب می‌کنید، لطفاً تا انتهای ویدیو با من باشید. لایک، کامنت و ساب فراموش نشه. یادتون نره که بعد از دیدن این ویدیو نظرتون رو برام کامنت کنید. شماره 1. آیا می دانستید که زمین بیضی ناهمواره؟ بله، زمین ما گرد نیست، چون به دلیل فوران آتشفشان یا برخورد شهابسنگ دچار تغییراتی شده و اینکه این سیاره در خط استوا قطر آن بزرگتره و دلیل آن وجود کوههایی که ارتفاعشون زیاده یا گودالهای اقیانوسی است که باعث میشه شکل آن ناصافتر به نظر بیاد. زمین بیضی ناهمواری است. شماره 2. ناپدید شدن‌های عجیب و غریب در مثلث برمودا. شاید شما هم اسم مثلث برمودا را شنیده باشید. این یک منطقه فرضی در اقیانوس اطلس است که بین سه نقطه فلوریدا، جزایر برمودا و پورتوریکو قرار دارد. در این منطقه حدود 5 هواپیما سقوط کرده و 10 کشتی نیز غرق و ناپدید شدند. این به دلیل طوفان‌های ناگهانی و بسیار شدیدی است که به سرعت ظاهر و به سرعت هم ناپدید میشن و شایعات زیادی در مورد نیروهای ناشناخته وجود دارد که حتی قطب‌نما هم در این منطقه به طرز عجیبی کار می‌کند. شماره 3. پیدا شدن یک سیاره کاملا آبی. در سال 2005 سیاره توسط تلسکوپ فضایی هابل کشف شد که این سیاره به خاطر جو بسیار داغی که دارد و همچنین ذوب شدن ذرات خاص آن دارای قطرات باران شیشه‌ای است. شماره 4. آیا می دانستید خورشید دومی نیز وجود داشته؟ بله، برخی از دانشمندان معتقدند که خورشید ممکنه در ابتدا بخشی از جفت یک ستاره بوده باشه. نه فقط یک ستاره، به گفته آنها بسیاری از ستارگان مانند خورشید با یک همراه متولد می شوند. حالا این خورشید دوم کجاست؟ میتونه هر نقطه از این کهکشان راه شیری باشه. شماره 5. آیا می دانید یه زمانی صحرای بزرگ آفریقا نیز سبز بوده؟ طبق اطلاعات جدیدی که به دست آمده، دانشمندان دریافتند در شمال آفریقا در 800 سال گذشته مرطوب بوده و همین باعث می شده گاهی این منطقه سبز بشه. شماره 6. آیا می دونستید که ماه هر سال از زمین دورتر میشه؟ بله، انرژی ناشی از چرخش زمین و برآمدگی‌های جذر و مدی باعث میشه که ماه هر سال 3 سانتیمتر از زمین دورتر بشه. و اما شماره 7. تا به حال صدای خورشید را شنیدید؟ صدای خورشید بسیار بلند است. طبق نظر دانشمندان، خورشید صدایی در حدود 100 دسیبل تولید می‌کند. یکی از تازه‌ترین دستاوردهای محققان ناسا ضبط ویدیویی است که شما می‌توانید در آن صدای واقعی خورشید را بشنوید. It's the sound of the sun.